خب منظور از اخلاق بیشتر او رفتارهایی را میگن که بدون تکلف از انسان صادر شود. بدون تکلف یعنی که گاهی وقتا یک کسی عادت اصلیش چیز دیگه است، اما از روی تکلف بنا به یک شرایط خاص یک نوع دیگه رفتار میکنه. این اخلاق اصلیش نیست. مثل از این واره که یک نفر آدم بسیار با احترام با مردم برخورد نمیکنه، اما در یک مجلس خاصی که قرار میگیره میبینه آدمای کلان است، باز میبینه که آدم خیلی تو مؤدبانه شیشتم کلماتش بسیار اینمی رفتار موقتی از این اخلاق اصلیش بودن نمیتونه. رفتار اصلی از اون نمو رفتاری است که بدون تکلف از او صادر میشه و غالبا انسان در جاهایی که احساس راحتی بیشتر میکنه اخلاق اصلیش تمثیل میشه و بیشتر در محیط خانوادگی خود رفتار انسان بی تکلف تر است نسبت به خارج از محیط خانواده و به همین خاطر داخل خانواده از اونها مردم شکایت داره، در بیرون مردم فکر میکنه خیلی آدم خوبی است. دلیلش چیست که اونجا رفتار اصلیش هست، اما در بیرون به خاطر مثلا مردم و شرایط و مجلس رفتار را کم با تکلف از صادر میشه. دقت کرده باشین این رقم خیلی عامی تر حالت داره. پس این رفتاری که در نتیجه تکلف از انسان صادر شود اخلاق اصلیش نیست، نمایندگی از اخلاق اصلی نفر نمیکنه. او رفتاری که بدون تکلف و به صورت سهولت و با آسانی از انسان صادر شود اینمی اخلاق اصلی یک نفر هست. حالی که اخلاق یک نفر چقدر خوب است اینطور فکر نکنه که مثلا من وقتی در جامعه هستم، در محیط کار هستم، مثلا در محیط درسی هستم، در مسجد با مردم خوبه بود بسیار محترم و برخورد میکنه، مردم میگن خیلی خوب بچی هستن، این دیگه فکر نکنه که واقعا اخلاق خوبی دارم. اخلاق خدا بیشتر خانوادهش میتونه قضاوت بکنه که چی رقم هست. منظور گپ ما است که به خاطر عدم توجه واقعی به اخلاق به عنوان یک بخشی از دین، یک بخش بسیار محوری و اساسی، ما شما از لحاظ رفتاری موارد از ما شکایت صورت میگیره و به خاطری که ما اهمیتی را درک بکنیم و به مو خاطر گفتم که این رو شروع بکنیم، چون واقعیت قضیه است که در خیلی موارد بخش‌های از دین زیاد مورد توجه قرار گرفته. مثلا در مورد عبادت خوب الحمدلله یک توجه کردن، در مورد دعوت یک توجه کردن، در بود سیاسی دعوت اسلام یک بده توجه کردن که بیخی دیگه یادش رفته. خب کم انو مردمی که در مفاهیم اخلاقی توجه کرده باشن. البته یک بخشی از مردمای ما بیشتر صوفی صاحبای ما یک کمی خوبن در مسائل اخلاقی توجه کردن، باز اونا دیگه عقیده یادشون رفته یا مثلا فکر سیاسی یادشون رفته و این مشکل شده. این مشکل عام شده که گروه‌های مختلف، قشرهای مختلف از مسلمان‌ها بخش‌هایی را گرفتن و او را خوب کلان ساختن و بخش‌های دیگر را خرد ساختن و گاهی وقتا هم بی‌توجه. یعنی اگه مردم سر عقیده ما ترکیز میکنه، خب قطعا عقیده اصل دین هست باید ترکیز شود، اما نه به او حدی که عبادت فراموش شود و نه به او حدی که اخلاق فراموش شود، نه به او حدی که مثلا اندیشه سیاسی فراموش شود. و یک دیگه باز مثلا سر عبادت چسبیدن ببینین عقیدهش باز درست نیست و اگر به عبادت خیلی خوب پابند است اخلاقش باز ضعیف است. یک دیگه ببینین که از لحاظ اخلاقی خوب جان و قربان میگه بر مردم، باز عقیده از بیخی متاسفانه عقیده خطرناک است و به عبادت پابندی نداره، فکر سیاسی بیخی نمیفهمه. یک دیگه برادرای ما متور اسلام هم هست نیست جور کردن در سیاست باز برام منحصر کردن در خلافت شور بخوری، خلافت سر بخوری، خلافت عقیده خبر نداره، از اخلاق خبر نداره، از مفاهیم عبادی دین خبر نداره و ما باید با یک برداشت کامل از این داشته باشیم و وقتی ما به صدر این امت و به سلف صالح این امت توجه میکنیم حقیقتا اونا برداشت کامل از این داشتن، یعنی به عقیده توجه کافی داشتن به همون حدی که نیاز است، اما این توجهشون به عقیده اونا را غافل از عبادت نکرده بود و عبادت از اونها اونا را غافل از مفاهیم سیاسی و از مبارزه اسلامی نکرده بود و توجه از اونها به عبادت اونها را از اخلاق غافل نکرده بود. یعنی یک برداشت کامل و همه جانبه و وقتی که ما شما این شعار از زبان علما هم بارها میشنویم که ما شما برداشت خود از دین مطابق فهم سلفی امت بگردانیم، باز امی گپ هم گاهی وقتا ما منحصر میکنیم تنها مثلا در بود اعتقادی و عبادی. این دقیق نیست و در بود اخلاقی باز دیگه اخلاق ما با اخلاق سلف خیلی فرق داشته باشه. این ظلم است که ما در حق دین میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه روز در خطبه هم اشاره کردیم ایمان و اخلاق به مثابه یک ترازو هستند و یک سرحد دارن. پیامبر میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا یا احسنهم اخلاقا. این میزان برسنجش ایمان یک نفر اخلاقش است. یکی از میزانهای برسنجش اخلاق یک نفر ایمانش است و سلفی امت حقیقتا قطعا پابندترین مردم به مفاهیم اخلاقی بودن و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا یک خطبه مکمل در مورد بود شخصیت اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتیم و غالبا دوستا او تشریف داشتن
که این انسان باید بی‌توجهی نکنه. ما وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را الگو میدونیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب در زمینه های اخلاق هم باید باشه. اخلاق ما چقدر شبیه اخلاق پیامبر است، اخلاق ما چقدر شبیه اخلاق اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اخلاق ما چقدر شبیه به تابعین هست، اخلاق ما چقدر شبیه به سایر بزرگان دینی است.